نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. آیا معنای نام خود را می دانید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت شما را با نامهای خودتان و نامهای پدرانتان صدا می کنند. پس نامهای نیک را اختیار نمایید. معنای عبدالرحیم کلمه عربی بوده عبد بنده، الرحیم مهربان که یکی از نامهای خداوند می باشد. این صفت پروردگار چنانه که عالما گفتند مهربان و رحیم بودن پروردگار تنها برای مؤمنان است، به معنای اینکه الله عز و جل رحیم است خاص برای مؤمنان. پس برادران عزیز، ما باید فراموش نکنیم که الله مهربان با ما یعنی با مؤمنان خاص مهربانی دارد و این مهربانی تنها با ماست برای مؤمنان. پس مؤمن حقیقی باشیم و از گناه دوری جوییم و آنچه که خداوند امر کرد اطاعت بکنیم و پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم. حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة